سلام دوستای عزیز، امیدوارم خوب باشین. امروز هم در سیلوردیل هستیم و میخوایم با تفنگ وینچستر مدل 94 در کالیبر CC تیراندازی میکنیم و با وینچستر بوفالو بیل لوله 26 اینچی اکتاگونال و همونجوری که میبینید تفنگ بسیار زیبا هست. خیلی مدت طولانی که من باش تیر ننداختم. امروز اولین باره که بعد از مدت‌ها میخوایم بیدارش کنیم. اونجوری که ببینید علامه کالیبر و لوگوی وینچستر روی تفنگ هست. و اینجا در قسمت تفنگ میتونید کل تفنگ رو مشاهده بکنید. صدل رینگ هم داره و فیلم میگیرم و براتون از تیراندازیش هم فیلم میذارم.